در جمهوری اسلامی اصلا معنی ندارد که همه چیزش اسلامی نباشد، مخصوصا دانشگاه‌هایش. دانشجویان و اساتید رشته‌های طبیعی و تجربی هم به خوبی می‌دانند که تمام سواد و معلومات آنها بدون وجود فقهای عالی قدری مثل آیت الله جوادی آملی هیچ ارزشی ندارد. شما اگر 100 رشته علم تجربی داشته باشید، همه اونا حدینشون محدوده، موضوعشون محدوده، محمولشون محدوده، مبادیشون محدوده، منابعشون محدوده، موانیشون و علت اولیهشون که محمولات برای موضوع ثابت کنه محدوده. من که فقط از این بخش از گفته های آیت الله جوادی آملی این را فهمیدم که گفت علم تجربی محدود است. چرا محدود است؟ چون ممکن است دانشمندان آن داستانهایی را که در حوزه علمیه به عنوان معجزه تعریف می‌کنند به این راحتی باور نکنند. داستانهایی شبیه این داستان. حضرت به درخت خطاب کرد از جا برخیز و بیا. درخت با ریشه از جا کنده شد، حرکت کرد تا نزدیک حضرت رسید. این درخت دو نیم شد، نیمی به جای خود برگشت، نیمی آمد نزدیکتر، اون شاخه های بالایش را. آیت الله جوادی آملی اصولا خیلی به بحث معجزه علاقه دارد. شاید برای همین هم بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ترجیح داد داستان روشن شدن حاله از نور دور سرش را برای آیت الله جوادی آملی تعریف کند. وقتی تو شروع کردیم بسم الله اللهم گفتی اینجوری احاطه کرد، رفتی توی حسن، توی حسن تا آخر. خودم این احساس کردم کسی فضایی دفعه. خب حالا اجازه دهید ببینیم ماجرای آن درختی که برای خودش ریشه‌کن شد، بعد به دو نیم شد و بعد این ور آن ور راه رفت به کجا کشید. این نیمی از درخت به اون نیم قبلی وصل شد، دوتایی همانند درخت اول شدند و به جای خودشون برگشتن، مثل انسانی که حرف مولای خود را میشنود. انسان تازه میفهمد چرا شعار وحدت حوزه و دانشگاه اینقدر شعار مهمی است و چرا تاکنون این شعار اجرا نشده است. دلیلش آن است که صاحبان علوم تجربی عقلشان نمیرسد داستانهای آیت الله جوادی آملی را باور کنند. صاحبان علوم تجربی فیزیک خونده، شیمی خونده، طب خونده، داروسازی خونده، داروشناسی خونده، گیاهشناسی خونده، زمینشناسی خونده، صاحبان علوم تجربی این معجزات را انکار میکنند. یک راهی که روحانیون در جاهای دیگر مثلا اروپای قرون وسطا برای کنار آمدن با دانشمندان برگزیدند این بود که گفتند شما راه خود را بروید، ما هم راه خودمان را. اما مثل این که آیت الله جوادی آملی تا به دانشمندان یادآوری نکند که چقدر نفهمند، ببخشید چقدر بسته فکر میکنند، خطبه‌هایش کامل نمی شود. خب یک کسی که در حوزه علوم تجربی کار بکنه، مثلا زمین شناس است یا فیزیکدان است یا شیمیدان است، این در یه مدار بسته فکر میکنند. هرچند فکر کردن در مداری بسته شامل حال تمام علوم تجربی می شود، اما آیت الله جوادی آملی این بار مشخصاً به زمین شناسان گیر داده. یک زمین شناس موضوع او زمین است، محمول او حرکات زمین، اوضاع زمین، تحولات زمین، اون چه در دل زمینه، اون چه در روی زمینه، زلزله چی پیش میاد، حوادثی که پیش میاد، همینه. تو همین مدار بسته می اندیشد. اصلا بهترین کاری که در جمهوری اسلامی یک دانشمند که سهل است یک آدم متمایل به علوم تجربی میتواند انجام دهد این است که به قول آیت الله جوادی آملی بگوید آقا جان من چیزی نمیفهمم. از عقل تجربی بخواهد نفی کند راه ندارد، بخواهد اثبات کند راه ندارد، بخواهد شک کند راه ندارد، فقط میتواند بگوید لست ادری، من نمیفهمم. وقتی دانشمندان به نفهمی خود پی بردند آنگاه است که رشته‌های علمی هم جایگاه مناسب خود را در جمهوری اسلامی پیدا می‌کنند. دانشگاه‌های کشور هم دیگر این وضعیت به ظاهر اسلامی و آکنده از نفهمی را نخواهند داشت. ما اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، علم غیر اسلامی نداریم. یک زمین شناس میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد.
خب چطور یه خط لا تنقض الیقین به شک وقتی آمد حوزه این همه علما روش بحث کردن شده اصول اسلامی، اومد باران شناسی اسلامی نیست، زمین شناسی اسلامی نیست، دریا شناسی اسلامی نیست، صحرا شناسی اسلامی نیست. اگر هم حضرات فیزیکدان و زمین شناس و گیاه شناس و مخصوصا حیوان شناس فکر کردن میتوانند با یک سری ظاهرسازی ها خود را اسلامی جا بزنند، بدانند که آیت الله جوادی آملی تیزبین تر از این حرف هاست. اگر انشاءالله روزی رسیدی که این علوم دانشگاهی ما اسلامی شد و معیار اسلامی شدن کتاب‌های درسی هم این نیست که عکس امام و رهبری اول، آرم جمهوری اسلامی، دعای اللهم کن ولیک الفرج تو صفحات آغازین این کتاب‌های درسی نوشته بشه این بشه علم اسلامی. خیر، درست است نمازخونه درست کردن لازم است، دخترها و پسرها را از هم جدا کردن لازم است، کلاس زن و مرد از هم جدا کردن، معلم زن برای زن، معلم مرد برای مرد لازم است، اما اینا مسلمان تربیت کردن است، نه دانشگاه را اسلامی کردن. ادامه توضیحات آیت الله جوادی آملی در برگیرنده راهی عملی برای اسلامی کردن دانشگاه به معنای واقعی است. آنهایی که با آیت الله جوادی آملی آشنا هستند می‌دانند فقط مشکل حرفهایش وقتی وارد شرح جزئیات می‌شود این است که تنها خودش از آنها سر در می‌آورد. حالا اگر یه چیزی در قوم درس بشه اسلامی، اگر در دانشگاه بشه نمیشه اسلامی. الان شما مکررات را که بردارید 50 الی 60 جلد کتاب عمیق علمی از همین یک خط داریم، 10 ها برابر اصل لا تنقض ما آیات داریم در برابر 10 ها، یعنی 10 ها درباره زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، گیاه شناسی، باران شناسی، زلزله شناسی. چیزی رو انسان منتها